سلام بچه‌ها، چطورین؟ به یک ولاگ دیگه از AFK کلاب خوش اومدین. امروز قراره ببینید که چجوری یه تصمیم عجیب ما رو برد به یکی از خفن‌ترین گیم نت‌های تهران، حداقل به گفته کیان. من و پسر خالم کیان یهویی زد به سرمون که بریم گیم نت. گفتیم با رفیقاش بریم ولکانو، همون گیم نت افسانه‌ای که همیشه کیان ازش حرف میزد. قرار بود وارزون بزنیم و همه چی خفن باشه، ولی خب وارزون نداشت. آقا من همین اول بگم بهتون که اومدیم وارزون بریم با بچه‌ها و وارزون نداره. وارزون نداشت. الان تقریبا یک رو گذشته و هنوز نرفتیم تو بازی. بیمون پولمون رو پس بگیر آقا. جای اون Left 4 Dead زدیم. آره رفقا، برگشتیم به دوران PS2 و زامبیای پیکسلی. البته خب این نسخه دومش بود و خب بهتره. چی شد؟ تو اومدی اینجا؟ بیا. عمو سینا سلام کنیم بچه‌ها. سینا و بقیه رفیقای کیان هم به جمعمون اضافه شدن. چرا برای تو MSI برای من ایسوسه؟ اونم ویندوزه. بچه ها اگه دلتون شیک زدن عمو کیانو میخواد عدد 1 رو کامنت کنید. عالی بود. اگه یه داوسمش از عمو کیان میخواید که بگه چیکار کردی با دلم وای، عدد 2 رو کامنت کنید. یه ترکیب خیلی عجیب از آدمایی که معلوم نبود گیم بزنن یا بخندن. آخرای بازی شایان اومد، مثل همیشه با اون انرژیش. و خب گیم یه جوری بود، بیشتر شبیه شوخی با زامبیا بود. بعدش از گیم نت زدیم بیرون، یه حس نوستالژیکی و زد بالا. رفتیم یه سری لواشک زدیم، همون لواشکای ترش که لب آدمو میسوزونه ولی بازم میخوری. بعد از خوردن لواشک راهی باغ فردوس شدیم. اونجا 2 نفر داشتن میرقصیدن با یه بوم باکس JBL که کل باغ رو برداشته بود. حالا من فیلمشو گرفتم براتون میذارم. Rolling on your wheel now. I'm drinking Hennessy now. I hope you see. So you don't bust my eyebrows. Don't scratch on my eyebrows. See my eye, I don't bust. Don't speak for ambulance. See why you make me? Why you make me? بعدش گفتیم خب وقتشه یه ذره سینا رو اذیت بکنیم. یکی آپریله؟ من جدیم. آره یکه نمیدونم یکم هرچی. عمو سینا رو داریم چی؟ نه میخواییم میخوره اینم باید بوق بزنم. ولی حالا یه داستانی هم پیش اومد از یکی خوشش اومده بود و اینا. وای میسم میان پیشنهاد بدن. تو احمقی کسی پیشنهاد نمیده. میده آقا میده. فکر نکن موهاتون قدم تاثیر. آقا میده اومدن. نه اومدن؟ کی؟ خاموش کن ببین خاموش کن. ما هم مثل رفیقای خیلی خوب میخواستیم هولش بریم جلو، ولی خب شجاعت هنوز آپدیت نشده بود متاسفانه. پس پلنمون لغو شد. مشتاقتش کو. بعد از اون همه سر و صدا و زامبی و رقص و لواشک و اذیت، یهو گشنگی حمله کرد. دستشویی رو بهشون نشون میدم، میگم که نگاه کن این صفحه غذا نیستش، مال دستشوییه. شایان هم مثل همیشه رفت سراغ بیفلاین. یه عشق خاصی داره بهش که من هنوز نفهمیدم دقیقاً چرا. انقدر نکنش تو حلقه من بابا. چیه؟ جوسی نظرت؟ توی این دستمال میخوام من دستمال. بقیه بچه‌ها هم پیتزا زدن، منم یه مرغ سوخاری خیلی خوشمزه زدم که هنوز حسش زیر دندونامه. ایو بابا بذار غذامو توف کنم تو رو. خیلی خوب، اینم از یه روز عجیب و بامزه با رفقای کیان تو گیم نت و باغ فردوس. ولاگش خیلی ولاگ خوبی نشد، ولی خب خاطره ساختیم و اینه که مهمه. اگه حال کردی لایک و سابسکرایب و زنگوله بغل اینا فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. فعلا Don't forget to like and subscribe.